I speak English. She speaks Pashto. Run. I run in the morning. David runs every day. Sleep. I sleep at 10 o'clock. He sleeps early. سلام دوستان، وقتون بخیر. امیدوارم جور ساعتمند باشین. امروز 3 لغت مهم را میخونیم که عبارت از اولش speak. speak به معنی صحبت کردن. For example، طور مثال I speak English یعنی من انگلیسی صحبت میکنم. امرای speak یک دونه I میتی I speak میشه یعنی من صحبت میکنم. خب چی صحبت میکنی؟ انگلیسی. I speak من صحبت میکنم English انگلیسی. خب اگه بگویم او دختر صحبت میکنه، امروی speak یک دانه شی میتی she speaks او صحبت میکنه. اگه بگویم چی صحبت میکنه، مثلا میگیم پشتو she speaks پشتو یعنی او پشتو صحبت میکنه. لغت دوم ما رن به معنی دویدن. اگه بگویم من میدوام، امروی رن یک دانه آی میتی I run من میدوام. خب چی وقت میدوی؟ I run in the morning من در صبح میدوام. اگه بگویم دیوید میدوه، David runs دیوید میدوه every day هر روز. امرای run یک دانه subject pronoun میتی. اگه آی بتیم I run من میدوام. اگه you بتیم you run شما میدوین. همین رقم یک دانه subject برش میتی دیگه جمله خودش تشکیل میته. لغت سوم sleep به معنی خوابیدن. مثلا میگه من خواب میشم I sleep من خواب میشم. خب چی وقت خواب میشی؟ I sleep at 10 o'clock من ساعت 10 بجه خواب میشم. یا مثلا میگم او پسر خواب میشه. پسر را چی میگه؟ he subject pronounش he است. he sleeps او خواب میشه. چی وقت خواب میشه؟ وقت خواب میشه. he sleeps early او وقت خواب میشه. speak I speak English she speaks Pashto. Run I run in the morning. David runs every day. Sleep I sleep at 10 o'clock. He sleeps early. Speak. I speak English. She speaks Pashto. Run. I run in the morning. David runs every day. Sleep. I sleep at 10 o'clock. He sleeps early.